دکتر زاکر، شما گفتید که قرآن کتاب آسمانی بوده، در آن هیچ خطاگی نیست. ولی من بیش از 20 خطاگی را در قرآن دیدم که آنها همه‌شان به گراماتیک منسوبند و حالا من چندی از آنها را برایتان میگویم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والسابحون در سوره بقره و در سوره حج نیز گفته شده است. ان الذين آمنوا والذین هادوا والسابحین. کدامش درست است؟ سابحون یا سابحین؟ و همچنان در سوره طه گفته شده است ان هذان لساحران. این خطاست. ان هذین لساحران. و به مانند این بسیار خطاگی های دیگری هم هست. آیا می توانی به اینها جواب بگویی؟ این برادر بسیار سوال خوبی کردند و من می خواهم با او موافق باشم که 20 حالتی گفته اش را نامبر کند، اما وقت به ما امکان نمی دهد. کتابی را که این برادر همچون دلیل استفاده می کند نام مؤلفش عبدالفهدی می باشد. نام این کتاب چنین است: آیا قرآن به خطاست؟ همین طور نیست مگر؟ بله درست. الحمدلله که خاطرم خوب کار می کند. میدونید من به همه آن 20 حالتی گفته این برادر جواب می دهم، زیرا من کتابی او را خوانده ام. انشاءالله به همه سوالهایتان جواب می دهم. نکته اول برادر، نکته اول که باید شما بدانید این است که تمام گراماتیکای زبان عربی از قرآن گرفته شده است. قرآن خود کتاب گراماتیک بوده، دارای بالاترین سطح ادبیات می باشد و از سببی که قرآن خود کتاب گراماتیک است و همه گراماتیکای زبان عربی آغاز خود را از قرآن می گیرند، پس در قرآن هیچگاه خطاگی جای داشته نمی تواند. این نکته اول بود. نکته دوم. نکته دوم به مثل آن است که شما چینکی را می گیرید که آن دارای قابلیت چین کنی می باشد و شما می گویید که این چینک خطاست. این غیر منطقی به نظر می رسد، همین طور نه؟ و نکته سوم باشد چنین است: در بعض قبیله های عرب زبان گراماتیک تغییر می یابد و در این مسئله دکتر ویلیام نیز با من موافقند. مثلا در بعض قبیله ها یک کلمه که مؤنث است در بعض قبیله های دیگر همان کلمه مذکر می شود و در قبیله های عربی دستور زبان تا به حال عوض می شوند و حتی جنسیت نیز تغییر یافته می تواند. آیا تو قرآن را با این گونه تغییرات ها مقایسه می کنی؟ این خطاست. و غیر از این فصاحت قرآن بسیار هم زیبا و عالی است. بعضی کتاب هایی هستند که می توانید در اینترنت ببینید: 8 اشتباه گراماتیکی قرآن، 21 اشتباه گراماتیکی قرآن، عبدالفهدی 20 اشتباه و غیره. آیا شما در حقیقت فکر میکنید که این خطاگی ها را مسیحیان می نویسند؟ آیا می دانید که این خطاگی های در درون ناخنک بوده را کی نوشته می کند؟ این مسلمانانند، عالمان اسلام، به مثل زمخ شریف. آنها چی کار کردند؟ آنها گفتند که گراماتیکای قرآن به حد بلند است که خلاف استفاده معروف زبان عربی می باشد و برای اثبات این که گراماتیکای قرآن در سطح بالاست آنها بسیار مثال‌های را آوردند که چند از آنها را من برایتان میگویم. مثلا در قرآن کریم آمده است که قوم لوط علیه السلام پیامبران را انکار کردند، اما در آن کتاب ها گفته شده است که قوم لوط علیه السلام پیامبر را انکار کردند، یعنی یک پیامبر را. دکتر ویلیام کلبس گفت که در قرآن گفته شده است که قوم نوح علیه السلام پیامبران را انکار کردند، ولی ما از تاریخ اون میدانیم که به آنها تنها یک پیامبر یعنی نوح علیه السلام آمده بود و این که آنها پیامبران را انکار کردند خطاست. باید قرآن میگفت که قوم نوح پیامبر را انکار کردند، نه اینکه پیامبران را. من با شما موافقم. با سطح دانش و درک و فهم ما از گراماتیک شاید این همچون خطا به نظر برسد، اما هنگامی که کتاب‌های نوشته خود عرب‌ها را می‌خوانی این را درک می‌کنی که قرآن از خطا پاک است. می‌دانید برای چی قرآن می‌گوید آنها پیامبران را انکار کردند؟ پیامبر را نه و پیامبران را، چون که ما می‌دانیم مقصد پیام همه پیامبران این بود که آنها می‌گفتند لا اله الا الله. آنها تنها توحید را تعلیم می‌دادند. وقتی که قرآن قوم لوط علیه السلام و نوح علیه السلام را ذکر می‌کند که آنها پیامبران را انکار کردند، این معنای آن را دارد که
آنها توحیدی را که همه پیامبران برای تعلیم دادن آن آمده بودند انکار کردند. زیبایی و فصاحت قرآن را ببینید. الحمدلله. شما شاید فکر کنید که این خطاست، اما این خطا نیست. بعضی ها میگویند که در قرآن آمده است که کن فیکون، بشو و این چیز می شود. بهتر بود که قرآن می گفت کن فکانه، بشو و این چیز شد. من با شما موافقم. در زبان عربی زمان گذشته کن فکانه می باشد، نه اینکه کن فیکون. اما بدانید که کن فیکون بهتر است، چون که الله چگونه ای که در زمان گذشته قدرت آفرینش را داشت، در زمان حاضره و آینده نیز این قدرت را دارد. امیدوارم که به سوالتان جواب دادم.